گفتاری ادبی از سلسله خوانشی بدیعی از روی پویستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام. قسم 18. کلدیش. علم پیش ما از دنبال او به راه برآمدیم. بعد تخمین 1 ساعت به کلدیش رسیدیم. در تاریکی معلوم نبود که آن دهه چقدر طول و عرض داشت. مثل گورستان تاریک بود. فقط بعضن از یگان خانه میلت شمع به نظر می رسید که نشانه خیره از زندگی تیره مظلومانه آن آستانه بود. علم در کنار قشلاق در نزد خانه پستک ایستاد و گفت: انا همین خانه تقایی من است صاحب. نام تقایی چیست و چند ساله است؟ او را تقا گویم، اما گویم، چی گفته مراجعت کنم؟ او پیر است، ریشش سفید. خیر، رفته او را جیغ زن، بیرون براید. خواهش کرده من. نه صاحب، من این کار را کرده نمی توانم. پاسخ داد علم. برای چی؟ پرسیدم من. ینگم آواز مرا می شناسد. به خانه ندرایم هم. تقایی بیچاره ام را عذاب می دهد. تگ حقارت و دشنا می ماند. جواب داد علم. بعد کمی سکوت. نام تقاییم را پرسیدی؟ او را محتاج لوچک هم می گویند. اما شما محتاج گویید. گفت هم صحبتی من. دیگر جای فکر کردن نمانده بود. خانه سفیل و شیغ و در و دروازه نداشت. فوک اسب را به دالان خردکک نظر ناگیری آن منزلی به 4 دیواری مانند نزدیک کردم. سر جانور ما از آن دالان بلندتر می نمود. برای آنکه همسایه ها هم از چنین مهمانی ناخوانده بیدار و حیران نشوند، با آواز پست گویا رفیق پیشتر مصلحت شده را دریافت می کرده باشم، سرم را به گردن اسب نزدیک، گوش چپ را به آن جانور چسبانده. اکی محتاج گفته فریاد کردم. کسی جواب نداد. با همان صوت 3 بار آن خانه خدا را پرسیدم. از گور صدا می آمد و از آن خانه نی. از اسب فر آمدم. در خانه را 2-3 بار تق زدم. بار 4م که نشد در را سخت‌تر گفتم. ناگه از طرف در صدای بیچاره حالانه بزور بلند شد. صاحب، کیستی و چی می‌خواهی؟ آخر بنده یک مرد غریب و فقیرم. آنچه که شماها در شب تاریک می‌کابید، من بیچاره در روزی روشن هم نمی‌یابم. به خدا نانی خوردن نداریم. قربان شما، رحم کنید. بچه‌های مظلوم ما گرسنه و دل شکسته و بیمارند، می ترسند. خواهش میکنم رحم کنید، گفت محتاج با آواز مظلومانه. اکی محتاج، نترسید، من هم یک مرد غریبی ره گم زدم. از کلاب هستم. از کلاب هستید یا از بلخ و بخارا؟ آخر از من فقیر و سخت دل و حقیر به شما چی لازم؟ برای خود رفتن گیرید. من عرابه خود را کشیده نمی توانم. یک مرده لب قبرم. ای مردک، خود را به مردگی نه انداز. من این نان سبغاتی مزار گذشته وطن را بگیر. بیچش، به کودکانت ده. اینقدر خودت ما را پس زدی. یک مسافر بیچاره را گاه دزد گاه گدا گمان میکنی. ای صدقه نام کلابی شوی. نامرد، بیرون برا یا در را کشا. نباشد یک شته میزنم. در و دیوار چپه شده، خانه‌ات به سرت فرو میریزد. نشد، شیوه گفتار کلابی ها را پیش گرفتم. ای بچه، آخر من کلابی نیستم. پدری من هم کلاب را ندیده است. باباهامان از کلاب آمدگی‌اند. کی به شماها این گپ را گفت؟ اکنون با آوازی نسبتاً آسوده امداد طلبانه گفت محتاج. ای الهی، گوری بابا و بابا کلانت در بگیرد. قطعی همین عبیره و نبیره ترسان چکش. پشتی پدر است، در را کشا. کلابی گرنگ، گفتم با نیم جهل و نیم شوخی به آن مظلوم. دری کجله‌ای از چوب‌های درختان خودروی جنگلی به ترتیب بافته شده
اول از نیم بالا بعد پایین ترش به حال کشاده شد. از آن با کرته ایزار تیکی گویا در یک تراشه آویزان در طرف شمال پر سر و پای لوچ در یک دست شمع خیره با قامت خمیده یک مرد تخمین 55-60 ساله با ریشی به اندازه یک مشت، ابروان قفسی غیژدله که چشمانی از شدت زندگی و گرسنگی فرو رفته‌اش را می پوشاند و پیشانی پراژنگ از جبر روزگار ورقته کرده با موی سری درویشانه دمیده به ترتیب نمودار گشت. قامتش شاید از شدت خنکی یا ترس بود که درق می لرزید. این حالت توسط شمعی در دستش بوده در تاریکی شب باز هم عیان‌تر می نمود و به حال این بیچاره رحم کس را می آورد. اکای محتاج، من دیو و اژدها نیستم. کار افتادم. از تو برای من هیچ چیز در کار نیست غیر از مصلحت. داخونده من هیچ چیز ندارم. بیچاره مسکین چی مصلحت داده می تواند؟ اگر من عقلی مصلحت می داشتم تو مرا در همین حالت در نمی یافتی. ای مردک، اول آرام شو، خودت را به دست بگیر، بعد من می گویم که من از تو چگونه مصلحت می خواهم. گفتم به محتاج. بعد رفته دست خیرامان را گرفته او را در نیم بغل کشیده از اسب فرآوردم و در تاریکی شب در لبی باره تپه مانند دالان شیناندم. سی را آشکار کردم. تاریخچه کوتاه شناسایی را با علم گفتم. محتاج علم را دیدن زمان او را سخت به آغوش کشید و اشکهای چشمانش را به لب آستینش پاک کرد. من خورجینی بالای اسب را فرآوردم و نان و کلچه و قروت و توتپیس و پاره های از گوشت چوپانی خوش کرده شده اکای براتلی را به این بیچاره دادم که تیز برده به کودکهایش دهد، اما سی را نکشاید. گوید که علم با چوپانی سرابانش آنها را خبرگیری آمدند. محتاج از دیدن نان و انواع خوراکه خرسندی خود را پنهان کرده نتوانست. آنها را در بغل گرفته در تاریکی ناپدید گشت. زمان با روحی آسوده و آرام بازگشت و پرسید: نامت چیست؟ محمد علی گفتم من. مصلحت لطیف صاحب را به خاطر آورده. عجب نام خوبی، عجب نام خوبی. نام دو بزرگوار. به خدا خواب دیدگی بودم که در کف دستم زاغ نشسته. عجب عجب. خواب کم بغل هم درست می برآمده است. درست شد که نه من و نه بچه هایم روی نان را دیدگی نبودیم. برای ما بینوایان در این ملکی که اکنون نمیدانم شما با کدام علت سرسان و سرگردان شده آمدید، نان در آسمان برآمدن با ریسمان است. ای در قدرتت مورم یا مولا، یا خدای غیب دان. دست سوی آسمان کرده گفت محتاج: خوب، مراجعت کردم به خوشحالی به محتاج. اکنون دیدی که ما دزد و راهزن نبوده ایم. دادر بخشش، دود خانه را پاریسه خانه می داند. شما را کی آقزقالی کرده است که وطن را پرتافته خود را آواره 100 ملک سازید و به این زمینی خدا فراموش کرده بیایید؟ کیست که حال ما را پرسد؟ هر شب دزد و غارتگر و شورپشت و راهزن یک دو و گاه گله شده آمده کمبغلان را تله، زن و دختری به بلاغت رسیدهشان را در پیش چشم شوهر و اولادش تجاوز می کنند. بود و نابودش را به یغما می برند. آوازت را براری، سرت را می گیرند. به کجا؟ به کی داد گفتنمان را نمی دانیم. تو کلابی باشی، نصیحت اولادت را چرا گوش نکردی که سرگشته خود را به بلخ و به آبی تلخ آوردی؟ ای بچه، آخر ما ملک اسلام و مسلمانی گفته از آمد بالشوای کافر به این سو گریزه شده آمدیم. گفتم به تعجب به محتاج: او باشد. درست محمد علی صاحب. حالا زندگانی کن، بعد خودت به چشم خودت میبینی. در این ملک در حقیقت کافر نیست. همه از ناخن پا تا تار سر دعوای اسلام میکنند. جملگی مسلمانانند اما مسلمانی نیست.
تمام افغانستان را سر به سر بگرد، از شریعت نشان دیدی، پیش من بیا، مرا کافری گبر اعلان کن و به هر جبر و تاوان سزاوار دان، گفت با آواز گرفته خراسی. با اشاره محتاج عاجزه ایشان آمده خرامان را در آن خانه برد. محتاج: جای معذرت است که ما خانه دیگر نداریم. هیزم خانه ولنگار هست و خلاص. هرچند نباشد شمال پناه است. اگر صاحب اجازه دهد آن را در یک دم تازه کنیم، آنجا گذریم. بخشش که همشهری گفته دل پر علمم را خالی کردنی شدم. دست کوتاهی هم زبان را دراز می کرده است که آنقدر خوب هم نیست. برای این گپ‌ها آدم را کافر اعلان کرده به نام اسلام و شریعت اعدام می کنند. شب سخن دور می رود. دیوار مش دارد، مش گوش گفتند. گدا دشمن گدا. اطراف ما همه مثل من فقیر و بینوا و خانه خرابند و جاهل. همه ما در بازار کار میکنیم. برای یافتن بار یک دیگر را تیار هستیم پاره پاره کنیم. آخر همه سیر بچه اند. روزگاری مشکل دارند. نان گفته از زمین را میگزند. این ملک مکانی قیمتی و قحطی و بیرحمی و سختی است. هیچ رحمی نه برادر با برادر، هیچ شفقت نه پدر به پسر و نه مادر به دختر دارد. تو گمان میکنی زاری و تولای من از پشت در به توی ناشناس از خواسته های من بودند، از ترس، از واقعیت زندگی بودند. گفت: من آمادگی پررای خود را برای گذشتن به هیزمخانه اظهار داشتم. چپرک هیزمخانه را کشاده به موی سفید شم را قپانده، من و علم شاخه های هیزم آن را به صحن حولی برآورده، از نوچه های آنان جاروب ساخته تگ هیزمخانه را رفتیم. از خس و خاشاکی باقی مانده برایمان فرش گستردیم. من گریمچه سفری را آورده با کرپچه و بالشت همراه روی آن پرتافتم. در یک سوراخی دیوار شم را رو بالا نصب کردم. دسترخوان خودم را کشادم و آن چیزی داشتم قسم قسم بالای دسترخوان گذاشتم. عجب زندگی فقیرانه و برایمان گوارا ساختیم. در بالای 2 سنگ در چای جوشی میسین آب را جوشانده در یک چاینک سفالی چای دم کردیم. به کاردان کار آسان گفتند. علم ها علم، دیدی قومی آن طرفی دریا چگونه آدم بودند؟ گفته محتاج از این عملی بیناز و نوزیما اظهار قناعتمندی کرد. در یک چاینک سفالی زردالو چای دم کرده به هر کس یک پیالگی از آن ریختم. 3 نان را پاره کرده روی دسترخوان گذاشتم. واقعا من سخت گرسنه مانده بودم، اما وقتی نانخوری تقا و خواهرزاده را دیدم سیر شدم. این بیچاره ها گویا هفته ها پاره نان را ندیده باشند که به دسترخوان به یکدیگر نگاه نکرده چسبیدند. محتاج البته از تیزخوری شرم و استحاله می کرد، اما بیچاره علم می کشید از بود و نابود اشتهای خود را قدری هم باشد آرام سازد. اکنون آیسته آیسته در کردم که به کجا، به کدام ملک آمدم. طبع گرفته محتاج کشاده بود. به فکرم از دیدن هیبت سمند و انواع در بالای دسترخوان پیشنهاد کرده من خلاصه برآورده بود که بنده مشکلات مخصوص مالی ندارم. مرا کم چیز دیگری مجبور کرده است که فراری وطن کنم. از آهنگ سخنش معلوم بود که اکنون از کلابی بودن اجدادان خود خجالت نمی کشد. با علم از اظهار پزمانی اولادانش از وطن بابایی خود و نهایت پرآرمان پدرود گفتن آنها این دنیا را شکوه ها کرد. لازم دانست درباره زوجه‌اش یادآور شود. اظهار داشت که چون شخصی بیکس و کوی این خانم را بیوه گرفته است. منزل مالی همین زنک است. از روی گفتار، مناسبت و گذشتگان خود من به خلاصه آمدم که محتاج بی سواد هم باشد آدم چندان ساده نیست. روزگار، ناداری، بیکسی، غریبی او را به همین تقدیر تلخ روبرو کرده است. شب می گذشت.
من غیر از آن که اصل مقصد را به این مرد کمبخت گویم علاج دیگر نداشتم. به میزبان مراجعت کرده گفتم: اکای محتاج، مرا درست فهمیدی. کاری آسان نبود که مکانی آباد خود را به این سرگردانی ها عوض کنم. در حال حاضر مصلحت ده، اقلاً چند مدت در همین کلدیش بمانم، به خود بیایم. فهمم که احوال وطن ما با آمدن باسمچی و بالشوای چی رنگ میگیرد. بعد تصمیم بگیرم. اگر شغل مناسب پیدا کنم از پس زندگی بگردم، زیرا سنگ آسیاب از پس دانه است گفتند. نیتی تا کابل رفتن را داشتم، اما خروس در همه جا یک خیله جیغ میزند و مشت نمونه خیروار است. آن چیزی که در مدت 2-3 روز دیدم و شنیدم تا امروز به من بسندگی می کند که اندیشه کنم. در همین جا محتاج سخنی مرا بریده: صاحب، همه گپ در بازار است. من که بارکش و باربردار و یک خدازده هستم، آدمان احوال مرا دیده گمان می کنند که چیزی را نمی بینم و نمی شنوم و نمی دانم و نمی فهمم. از روی خلاصه من وطن تو به مشکلات و جنگ ابدی گرفتار شده است. ملاهای شما مسلمانان مثل من بی سواد را رهگم کرده، کشته شوی شهید زندمانی غازی گفته به جنگ و خونریزی می کشند. با چشم خود می بینم و با گوش خود می شنوم که بسیاری از سرکردگان دزد و راهزن در کلدیش از پشت تجارت سلاح انگلیس و غازیان کشور شما در جنگ با بالشوای صاحب مال و متاع و خانه و در شدند. بالشوای هم سرسخت بوده است. امروز در بازار آوازه شد که ارتش اوروس در سرحدات پیدا شده است. کسی که از این طرف آن طرف، از آن طرف این طرف می گذرد حبس می کنند و می پرانند. بدبختی تو آن است که دیگر راهی بازگشت نداری. دوم که با خانومت و این خیل اسب تا کابل هم رفتن نمی توانی. در این ملک اسلام و شریعت تو را در اولین فرصت زده می کشند. هم این و هم آن را می گیرند. بعدن در کابل من و تو را هم یگان کس انتظار نیست. کابل هم یک کلدیش است، کمی کلانتر، گفت محتاج با دل پرغم. راستیگه به سخنان محتاج دل من زه کشید و مرا وهم زیر کرد. معلوم می شود دیگر نه جای ماندن و نه پای رفتن دارم. پرسیدم: پس تو به من چی مصلحت می دهی؟ آشنا، مگر مصلحت از من در می آید؟ کل باشی اول سر خود را تبابت کن گفتند. دیدی احوال مرا. امشب با نان تو رهگذر زنده ماندیم. فردا با ما چی می شود تنها خدا می داند. خود را اندک غیورتر گرفته گفتم: محتاج، من زیاد درمانده نیستم. از وطن خود همین خیل 2 اسب با خودم آورده بودم. یک تاش را از دریا گذشتن زمان فروختم. با خود اندک پول و پیسه دارم که اکنون فقط به تو همچون برادر می گویم. فکر کن و یگان علاج مرا بیاب. شاید سرول یگان منزل اجاره برای ما پیدا کنی. به این واسطه من خواستم بایگری داشتگی خودم را تا حد امکان اساس نکنم. برادر، قریه کلدیش به 3 قسمت جداست: سلطان آباد، مسکین آباد و گذر غریبان. کرایه 3 ماهه اجاره منزل در گذر بایها سلطان آباد برابر قیمت اسب توست. مسکین آباد همین گذر ماست که احوال را دیدی. گذر غریبان قسمت بالای قریه جای بی آب است. آنجا زمین را با نرخ پست موقت اجاره می دهند که از نی و غمه برای خود یک منزل موقت سازی. تا زمستان خدا پادشاه است. جوانی حضربی رموز کلدیش را می آموزی. راه زندگیت را خودت پیدا می کنی گفت محتاج. اسب را چکار می کنم؟ پرسیدم. جای کپه را از قسمت آفتاب رویه گذر غریبان می گیری. آنجا اندک بالاتر غمیزار است. اسب را روز آنجا پنهان، شب پیش خودت آورده لنگر می کنی. کی تو آنجا را به من نشان می دهی؟ خودی پگاه، پاسخ داد محتاج. علاج دیگر نباشد چیکار کنیم گفتم و علاوه کردم.
لیکن من به تو پیسه می دهم. همه کار را سرشته و بعد ما را خبر می کنی. از برای خدا من این کار را کرده نمی توانم. من مریض و ناتوانم. ببین چی احوال دارم. بازاری درآمد محتاج. من حیران ماندم. آخر با خود فقط طلای برگک داشتم، نه طلای سکه. اما چطور آنها را با پول افغانی بدل می کردم؟ از این همشهری به میانم قهرم آمد و اندکی با علت. ای مردک، حداقل یگان کسی باوریناک داری که من 2 برگک طلایی به عوض اسبی بادپا گرفتم را تبدیل کنم، روزگارم را پیش برم و تو را هم بی نصیب نمانم؟ گفته پرسیدم. محتاج اندک هوشیار شده به فکر فرو رفت. هست. یک همشهری پدری رحمتیم بقال چرچین فروش، اما خیلی خسیس و بینمک است گفت. و می توانی با این مردک مرا شناس کنی؟ پرسیدم از محتاج. البته می توانم، اما او با من گپ زدن را به خود عیب نمی بیند. فقط چرچین فروش را از دور نشان می دهم. دیگر تو می دانی و بقال مرده. لیکن از او احتیاط باش. قصاب بچه خودش را فریب کرده است می گویند. شب را من و محتاج و علم در هیزم خانه روز کردیم. صبح با صاحب خانه به بازار رفتیم. او از دور دکانی بقال کلابی اصل را به من نشان داد. بقال یک مردی قاقینه سیاه جرده قد پست، تخمینا 60 سال داشت. فراموش کرده بودم که نامش را از محتاج پرسم. به این نگاه نکرده با نزدش رفتم و به شیوه کلابی بای بابا چخیلی گفتم و دستش را سخت فشردم. دستش را کشیده ای بچه میکشیمو ای چطوری سپلی؟ بای بابا، ما خواستم بفهمم که ای کلابگیت یگان چی مانده یا در غریبی فترات شده؟ خلاصی کلام با بقال کلابی کارم آمد کرد. برگک های طلا را دیدن برابر هوشش رفت. ای درم بدرو صاحب، ای طلای شگنوی. کسی ای تو چیزی قیمت خریده یا شگناوی بده یا با شگناوی ها داد و گریفت داشته. در افغانستان سبیل مانده ای طلاها نیسته. راستی ای ککا را ای کجا بقب کدی؟ عاقبت طاقت نکرده پرسید چرچین فروش. اکا یک اسبی خوب داشتم فروختمش. گفته پاسخ دادم. به قد و قامت من از سر تا پا نگاه کرده. بچه کم کم گشتینم میگیری چی؟ گفته پرسید. برای کار خاکساری را از دست داده گفتم. ها اکا، ها انا کلابی بدگیتا خوب فهمیدم. گفت اما دیگر نامم را هم نپرسیده به سودا کردن در آمد. چون آگاه شد که من نه تنها طلا را می شناسم بلکه به نرخ و نوای آن خوب سرفهم می روم، معامله با بقال قاقینه زیاد مشکل نه افتاد. به اندازه طلا را با پول افغانی عوض کردم. در آخر بقال مرا سخت تاکید کرد که درباره این معامله به کسی نگویم و خلاصه‌اش هم آن بود که اسب فروشی من دروغ است با اندک شوخی. کلابی دیگه اسبی خوب فروختی پیش خودم بیا. لکن در آخری روز گفت. بقال برای چی باشد خواست به خیر و خوش هرچی تیزتر از پیشش روم. به من نگاهی هم نکرده مثل که سودا با او راست نگرفته و کسی را از پیشش میرانده باشد مرا کم تیله داده در دکانش را بستن گرفت. من با قناعتمندی پیش محتاج رفتم. برای راهنمایی موفقانه به او چند پول دادم. با خرسندی و خوشنودی آن را گرفت. منتداری کرد. ما رفته در گذری نهایت افلاس غریبان جای ساختن کپه را دیدیم. از صاحبش به مدت 6 ماه زمین را اجاره گرفتیم. از بازار قمیش ها هم استا را پیدا کردیم. اندازه زیست را برای یک عائله معین نمودیم. تا ساختن جای زیست من رفته کرپه و بالشت و چایجوش و پیاله و دیگ و طبق و مواد غذایی و هیزم خریدم. برای آوردن آنها خواستم عرابکی را کنم. اما محتاج نماند که خودش با علم این کار را انجام می دهند.
3 کس یک جای این چیزها را به نزد کپه آوردیم. من پول خدمتانه اشان را به محتاج 100 افغانی و به علی 30 افغانی که از حق خدمتانه چند کرته زیاد بود دادم. البته این هم از روی احساس همشهرگی، نیت یارمندی کردن و هم تصور آن که در این ملک به هر نوعی که باشد من دیگر تکیه‌گاهی هم نداشتم. محتاج در پیش من پول را از دست علم زده گرفت. همه آنها را یک باره شمرد. 5 افغانیش را خودش 2 افغانی را به علم داد. حق کار ما از روی انصاف همین قدر می شود. این هم حالا زیاد است. ما مینت داریم. رحمت، شما هم مثل ما غریب و بیچاره هستید. آدم خوب و کامل هرگز ترک وطن نمی کند. مشکلی های شما در پیشند. ما اگر کار توانیم باز به شما خدمت می کنیم گفت. من به هیچ وجه به این راضی نشدم و حساب را مثل پیشین برقرار کردم. اما از دیرم گذشت. گدا را کند نیم دیرم سیر، سلیمان با نیم عجم نیم سیر. شام شد. به خانه محتاج رفتیم تا من خیرامان را بیارم. محتاج را برادروار به آغوش گرفته خیر و خوش کردم. احساس نمودم که بدن این بیچاره خنک و مثل جارو حول روبی خشک است. به حال او واقعاً رحمم آمد. اما دیگر علاج دستی او را گرفتن نداشتم. شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی پویست داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی الصمد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر عابدجان سعیدزاده. انجام قسم 18.